سلام، به یکی دیگه از حکایت‌های ماری خوش اومدید. پسری که همه مسخرش میکردند اما یک تصمیم زندگیشو تغییر داد. اگه امروز حس میکنی کسی تو رو جدی نمیگیره، اگه حس میکنی از بقیه عقب افتادی، این داستان توه. تا آخرش گوش بده، چون داستان پسریه که همه فکر میکردن هیچ وقت موفق نمیشه، اما با یک تصمیم زندگیش کاملا تغییر کرد. اسمش امیر بود، یک پسر معمولی خیلی باهوش. یک پسر معمولی، نه خیلی باهوش و یا خیلی خاص. توی مدرسه همیشه نمرش متوسط بود. معلم ها بهش میگفتند تو استعداد خاصی نداری، باید بیشتر تلاش کنی. دوستهاش هم جدیش نمی گرفتن. کم کم امیر خودش باور کرده بود که آدم معمولیه و آدمهای معمولی زندگی معمولی دارن. سال آخر دبیرستان امیر یک رشته خوب درس خوند. برای یک رشته خوب درس خوند، اما نتیجه‌ای که می‌خواست نگرفت. دوستهاش دانشگاه‌های خوب قبول شدند. شبکه‌های اجتماعی پر شده بود از خبرهای موفقیت بقیه، اما امیر احساس شکست می‌کرد. احساس می‌کرد که از زندگی عقب افتاده. اون روز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیش بود. چند روز بعد امیر با پدرش صحبت کرد. پدرش فقط یک جمله میگفت: پسرم، موفقیت مال آدم‌های باهوش نیست، مال آدمیه که ول نمی‌کنه. اون شب امیر تصمیم گرفت نه اینکه نابغه بشه، فقط هر روز یک قدم جلوتر بره. امیر از کارهای ساده شروع کرد. روزانه 30 دقیقه مطالعه، یادگیری یک مهارت از اینترنت، کمتر وقت گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی و نوشتن هدفهای روزانه. اوایل خیلی سخت بود، هیچ نتیجه‌ای دیده نمی‌شد، اما امیر این بار تصمیم گرفت ول نکنه. 3 ماه گذشت. امیر متوجه شد تمرکزش بیشتر شده، اعتماد به نفسش بالاتر رفته و مهارتی یاد گرفته بود که بقیه بلد نبودن. اون تونست اولین درآمد از مهارتش رو به دست بیاره. 2 سال بعد همون آدمی که همه فکر میکردن معمولیه، یک کار تخصصی داشت و از زندگیش راضی بود. جالب‌تر این که بعضی از همون دوست‌هایی که قبلا موفق به نظر میرسیدن هنوز نمیدونستن دقیقاً از زندگی چی میخوان. حقیقت اینه که زندگی باهوشترین ها رو انتخاب نمیکنه. زندگی پایدارترین ها رو انتخاب میکنه. موفقیت همیشه نتیجه یک تصمیم بزرگ نیست. نتیجه صدها تصمیم کوچکیه که هر روز گرفته میشن. اگه امروز حس کردی عقب افتادی، اگه فکر میکنی دیر شده، یادت باشه آدم‌های موفق از بقیه جلوتر شروع نکردن، فقط بیشتر ادامه دادن. اگه این داستان بهت انگیزه داد برای شنیدن حکایت‌های واقعی و الهام بخش بیشتر،
کانال حکایت های ماری رو سابسکرایب کن. شبتون خوش.